مسئله جنگ واقعش این است که او اولی که انقلاب شد ما شعارهایی تندم دادیم بعضیا، صدور انقلاب و امروز ایران و فردا عراق و پس فردا کجا و از این شعارهای تند سبب شد کشورهای مجاور وحشت بکنن. من رفتم خدمت مرحوم آیت الله خمینی تو همین منزل مقابل منزلمون که منزل آقای یزدی بود، اینجا خدمت ایشون عرض کردم همیشه در دنیا رسمه یک کشوری که انقلاب میشه هیئت‌های حسن نیت میفرستن برای کشورهای مجاور و به کشورهای مجاور حواله میکنن که ما با شما کار نداریم و سوابقمون و روابطمون همونجور بوده هست و اینا و ما متاسفانه این کار رو نکردیم و این کار هر چه زودتر بکنیم بهتر، برای که الان صدام داره زمزمه جنگ میکنه و او قرارداد الجزایر رو پاره کرده اینا، بنابراین هر چه زودتر جلوی این معنا گرفته بشه. که وقت ایشون فرمودن که نه این حرفا چیه؟ گفتم که آقا ما نمیتونیم دور کشورمون دیوار بکشیم، بالاخره میخوایم با کشورهای همسایه روابط داشته باشیم. ایشون فرمودن نه خیر ما میخوایم دور کشورمون دیوار بکشیم.